رسون نمایشگرهای کیا K12 ابتدا دکمه کانت و تی رو با هم میگیریم، دستگاه رو روشن میکنیم تا عبارت کال ظاهر بشه. بعد دکمه تیر، وزنه مورد نظر رو دستگاه قرار میدیم. دکمه تیر، وزنه رو تعریف میکنیم با کانت و چنج. دو دکمه کانت و چنج اعداد و دیجیت رو تغییر میدیم. وزنه 31 مجددا دکمه تیر، ماکسیموم 400 کیلو. تعداد ممیز، اعداد بعد از ممیز 3، دقت 50 گرم. مجددا تیر 31 کیلو. دستگاه خاموش، روشن، پایان کالیبر.